همزمان با گسترش و ادامه اعتراضها، خامنه‌ای طبق معمول معترضان رو اغتشاشگر خوند و خواهان سرکوب اونها شد. سالهاست این کسشرا رو در واکنش به اعتراضها میشنویم و نفهمیدن و نشنیدن صدای مردم دیگه به خاطر بی‌شرفیه. اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشان. او همچنین همه این جریان‌ها رو به دشمن خیالیش نسبت داد و سعی کرد با خایه مالی از بازاری‌ها اونا رو به جمهوری اسلامی وصل کنه. آدم واقعا خیلی باید وقیح یا کسخل باشه که پشت چند تا کلمه قایم بشه و واقعیت‌ها رو نبینه. یه عده آدم تهدید شده مزدور دشمن پشت سر بازاری‌ها بایستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. حتی بالا رفتن قیمت دلار و بگاه رفتن اوضاع اقتصادی رو نقشه دشمن دونست و طبق معمول خودش و سیاست‌های تخمی هیچ نقشی نداره. اینکه نزدیک 50 سال اقتصاد ایران به این نقطه رسیده و انواع تحریم‌ها و بدبختی‌ها نصیب ایران شده، تقصیر این کنکشان نیست. گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بی‌حساب قیمت ارز خارجی طبیعی نیست، این کار دشمنه. شاید هم خبر دستگیری مادورو بهش رسیده و اعصابش کیری شده که با اعلام ترامپ این کسخل دستگیر و از ونزوئلا خارج شده. طبق گفته رسانه‌های آمریکایی، مادورو به قیمت 50 میلیون دلار توسط نیروهای خودی ونزوئلا به آمریکا فروخته شده. اونم توی اولین روز حمله به ونزوئلا. چه زنگ خطری مهمتر از این؟ و حالا اینطوری توکونه مردم ونزوئلا عروسی شده.